بچه‌ها ایشون که معرف حضور همتون هست، خانم بهاره رهنما یکی از بهترین کمدین‌های خانم ایرانی هستن. ایشون ممنون و ایشون واقعا یه جور میتونم بگم که کل کودکی ما و حتی الان جزو فیلمایی بوده که باهاش خاطره داشتیم، یه عالمه خندیدیم، گریه کردیم و واقعا ممنون که این فرصت دادیم که باهاتون ویدیو ضبط کنم. به تبریک میگم که اینقدر جسارت داری که بیای برای کار تلاش کنی، برای صفحات، برای مخاطبات، چون مثلا شاید خیلی از دخترای همسن تو وقتی آدمای معروف رو میبینن این اعتماد به نفس نشوشن که راحت برن صحبت بکنن. حالا من که عاشق دخترم، مثلا دخترایی که برای کارشون تلاش میکنن و من به تبریک میگم، باعث افتخار منه کنار یه دختری مثل تو هستم. خیلی ممنون واقعا اینکه انقدر مهربون بودین و از وقتتون گذاشتید و اینکه امیدوارم که وقتی که صفم بالاتر رفت بتونم دوباره این فرصت گیر بیارم که با شما امیدوارم صفحه آوا اینقدر بالا بره که ما خودمون سفارش فیلم ها و تئاترامون رو صفحه آوا بدیم. خیلی ممنونم. مرسی. بعد اگه دوست داشتی بده که من روی یوتیوب خودم هم معرفیت کنم. ممنون، مرسی.